سلام. برنامه آوایش غزلیات سعدی، غزلهای 16 تا 20 بر اساس تصحیح محمد علی فروغی. غزل 16. تا بود بار غمت بر دل بیهوش مرا، سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا. نگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطر، تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا. شربتی تلخ تر از زهر فراقت باید، تا کند لذت وصل تو فراموش مرا. هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین، روزی ار با تو هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین، روزی ار با تو نشد دست در آغوش مرا. هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین، روزی ار با تو نشد دست در آغوش مرا. بی دهان تو اگر 100 قدح نوش دهند، به دهان تو که زهر آید از آن نوش مرا. سعدی اندر کف جلاد غمت می گوید، بنده ام بنده به کشتن ده و مفروش مرا. خب ما کلمه روزی رو داشتیم، یا روزی یا روزی. معمولاً کلمه روزی وقتی میان هر دو تا برداشت رو میشکن، هم به معنی روزی یعنی یک روزی، هم به معنی روزی یعنی رزق و روزی. اینجا چون شب داریم بایستی همون معنی یک روز بده، یعنی یه روزی اگر در طول روز نتونم تو رو ببینم و حالا به وصال تو برسم، شب دیگه بایستی با غم هجران تو سرمو بذارم روی بالش. معنیش این میشه. هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین، روزی ار با تو نشد دست در آغوش مرا. خب غزل 17. چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را، چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را. سروبالای کمان ابرو اگر تیر زند، عاشق آن است که بر دیده نهد پیکان را. دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت، سر من دار که در پای تو ریزم جان را. کاشکی پرده برافتادی از آن منظر حسن، تا همه خلق ببینند نگارستان را. همه را دیده در اوصاف تو حیران ماندی، تا دگر عیب نگویند من حیران را. تا دگر عیب نگویند من حیران را. لیکن آن نقش که در روی تو من می بینم، همه را دیده نباشد که ببینند آن را. چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب، گفت یک بار ببوس آن دهن خندان را. چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب، گفت یک بار ببوس آن دهن خندان را. گفتم آیا که در این درد بخواهم مردن، که محال است که حاصل کنم این درمان را. پنجه با ساعد سیمین نه به عقل افکندم، غایت جهل بود مشت زدن سندان را. سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات، غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را. سر بنه گر سر میدان ارادت داری، ناگزیر است که گویی بود این میدان را. خب
سر چیزی رو داشتن به معنی قصد چیزی رو کردن هست، قصد چیزی رو داشتن. اینجا میگه سرت رو در حالا آستان معشوق قرار بده، سر بنه. و حالا خود سر نهادن باز کنایه از ابراز نهایت محبت هست به آستان معشوق. میگه سرت رو در این بازار عاشقی بیا قرار بده، اگر سر میدان ارادت داری، اگر که میخوای ارادت خودت رو نشون بده، اگر قصد نشان دادن ارادت خودت رو داری، سر بیار توی این بازار عاشقی. و حالا نگیم بازار عاشقی، بگیم میدان عاشقی، چون عاشقی رو به میدانی تشبیه کرده که در این میدان چوگان بازی میکنن. در مثال بعدی گفته ناگزیر است که گویی بود این میدان را. در این میدان چاره ای نیست جز اینکه یک گویی رو قرار بدیم تا این گوی به هر حال باعث بشه بازی شروع بشه، و برای این کار تو سرت رو بیار در این میدان قرار بده. سندان هم جز ابزارالات آهنگری زمان قدیم بوده. یه قسمت مثل میز مانند بوده از جنس فلز که خیلی باید سخت می بوده، بهش می گفتن سندان، که روی این سندان آهن مذاب رو که حرارت دیده و قابلیت فرم گرفتن داره رو میذاشتن، با پتک روی این آهن میکوبیدن و آهن رو فرم میدادن. حالا اون فرمی که میخواستن، شمشیر بوده، نیزه بوده، هر چیز. اون سطحی که آهن روش قرار میگرفته سندان بوده. اینجا میگه من با یه معشوقی زورآزمایی کردم. پنجه افکندن به معنی زورآزمایی کردن هست. با معشوقی زورآزمایی کردم که ساعد سیمینی داشت، یعنی خیلی لطیف و ظریف مریف بود، ساعد سپیدی داشت و غایت جهل بود. نهایت جهل و نادانی این هست که آدم بیاد با سندان مشت بزنه، به سندان مشت بزنه، یعنی یه چیز خیلی سخت. یعنی این معشوقی که ساعد سیمین ظریف کوچولویی داره، ببینید زورش به اندازه مثلا اون سندان هستش و نهایت جهل و نادانی هست که بخوای با چنین معشوقی زورآزمایی بکنی. باز ببینید بین سیمین مثلا و حالا اون سندان آهنین یه ارتباطی هست و این مفهوم رو ما زیاد داریم توی شعر سعدی. کمان سخت که دادان لطیف بازو را، یعنی معشوقی که لطیف، کوچولو، ظریف و حالا دست و پای سیمین و بلورینی داره، اما زور بسیاری داره. در واقع این زور جسمی نیست. نمیخواد بگه که معشوق من خیلی قدرت بازو داره، مثلا زورش زیاد. نه، این زور جسمانی نیست، زور عشق هست. در واقع ما چون معشوق رو دوست داریم به اون یک قدرتی میدیم که اون قدرته باعث میشه که معشوق حالا یه کارهای خارق العاده‌ای بکنه، یه جور و جفاهایی بکنه، یه به قول توی شعر حافظ هم داریم یه باد استغنایی بوزه و حالا خرمن عاشق رو برباد بده. حالا این معشوق در سطوح پایینیش میتونه معشوق زمینی باشه، در سطوح بالاییش که برسیم به خداوند. تو داستان‌ها زیاد هست که باد استغنایی میوزه و حالا شهری و روستایی نابود میشه و خراب میشه. این از این میپرسه این چیه؟ میگه باد استغنای خداوند بود که وزید و میخواست بگه که من به شما نیازی نداشتم. غزل این خیلی دیگه نکته داره. مثلا من نگم این تلمیح به یوسفه دیگه. همه را دیده در اوصاف تو حیران ماندی، تا دگر عیب نگویند من حیران را. کاشکی پرده برافتادی از آن منظر حسن. میگه از این زیبایی تو پرده کنار میرفت، نقاب کنار میرفت تا همه این چهره زیبا و نگارین تو رو ببینن. نگارین اشاره داره هم به
نقش و نگاری که در چهره معشوق هست، هم به حالا اون زیبایی. میگه کاش همه میتونستن ببینن. بعد وقتی تو رو میدیدن دیگه کسی منو سرزنش نمیکرد، چون همه مثل من حیران زیبایی تو میشدن. بعد باز در ادامه میگه که منتها اونی که من میبینم اونا نمیبینن، من یه چیز فراتر از اونها میتونم در تو ببینم. باز 7 خیلی جالبه، به طبیب عشق داره میگه. طبیب عشق ببینید که چه تجویزی میکنه. میگه خیلی حالم بد بود، اشک ریزان، به طبیب گفتم چیکار کنم؟ گفت برو ببوسش. بعد گفتم آخه این چه تجویزیه؟ من تو این مریضی که دارم میمیرم آیا واقعا؟ چون بعیده که بتونم به خواستم برسم و درمان کنم حالم رو. و به همین ترتیب الی آخر. محال هم با ضمه میخونیم به معنی غیر ممکن هست. غزل 18. ساقی بدهان کوزه یاقوت روان را، یاقوت چه ارزد بدهان قوت روان را. اول پدر پیر خورد رطل دمادم، تا مدعیان هیچ نگویند جوان را. تا مست نباشی نبری بار غم یار، آری شتر مست کشد بار گران را. ای روی تو آرام دل خلق جهانی، بی روی تو شاید که نبینند جهان را. در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت، حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را. آنک عسل اندوخته دارد مگس نحل، شهد لب شیرین تو زنبور میان را. زین دست که دیدار تو دل می برد از دست، ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را. زین دست که دیدار تو دل می برد از دست، ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را. یا تیر هلاکم بزنی بر دل مجروح، یا جان بدهم تا بدهی تیر امان را. وانگه که به تیرم زنی اول خبرم ده، تا پیشترت بوسه دهم دست و کمان را. سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیده است، کز شادی وصل تو فرامش کند آن را. ور نیز جراحت به دوا باز هم آید، از جای جراحت نتوان برد نشان را. خب سعدی خیلی شاکیه، میگه که حالا که به وصال رسیدیم یه شادی در دل ما ایجاد شده. این شادی اونقدر نیست که اون سختی های هجران رو بشه باهاش حالا شست و برد. یعنی فکر نکن اون سختی ها انقدر زیاد بوده که این شادیه باز جوابگوی اونها نیستش. بعد باز در ادامش میگه ور نیز جراحت به دوا باز هم آید. حتی اگر که زخمی روش مرهم بذاری و این شروع کنه به خوب شدن، جمع بشه و التیام پیدا بکنه، باز هم اثر اون جراحت روی بدن باقی میمونه. یعنی من اون جراحت هایی که در دوران فراق تو کشیدم و چشیدم، با شادی وصال تو جبران نمیشه و جاش میمونه. باز هم آمدن به معنی التیام یافتن هست. این زخمی که جمع میشه و حالا کنار هم قرار میگیره، این باز هم آمدن به معنی به هم نزدیک شدن یا التیام یافتن هست. و نشان هم به معنی اثر هست. نشان اون جراحت یعنی اثر اون جراحت. آنک عسل اندوخته دارد مگس نحل، شهد لب شیرین تو زنبور میان را.
مگس نحل میشه همون زنبور عسل که میره روی گلها میشینه، شهد گلها رو جمع میکنه و در نهایت تبدیل به عسل میشه. زنبور میان هم یعنی کسی که میانش یا کمرش به اندازه کمر زنبور باریک باشه، که همون معشوق هست که کمر باریکی داره. میگه که زنبور عسل از لب شیرین تو اندوخته عسلش رو تهیه میکنه، انقدر که لب شیرین تو شیرین هست، تویی که مثل زنبور کمر باریکی داری. و شتر مست، در فصل جفتگیری شتر نر یه حالت بیقراری و ناآرامی بهش دست میده و حالا اون تغییرات هورمونی هست هرچی، باعث میشه که شتر نر خیلی ناآرام و بیقرار بشه. برای اینکه این شتر رو کنترل بکنن روش بار بیشتری قرار میدن. مثلا اگر استانداردش 50 کیلوه، از این 50 کیلو مقدار بیشتر سنگین‌تر میکنن پشت شتر رو تا این وزن سنگینی که روی پشتش قرار میگیره باعث میشه خیلی دست و خیز نکنه و حرکت‌های ناجور نکنه. یه مقدار این حرکت‌هاش رو کنترل میکنن با بار سنگین. اینجا هم همینو میگه، تا مست نباشی نبری یار غم، تا مست نباشی نبری بار غم یار. غم یار یه باری بر دوش عاشق هستی، میگه در حالت مستی میتونی این بار رو تحمل کنی. اگر به خودت بیای میبینی که این از توانت خارجه، در حالت مستی هست که میتونی این بار رو تحمل کنی. آری شتر مست کشد بار گران را، مثل اون شتری که در حالا اون ایام مستی و بیقراری که داره میتونه بار بیشتری رو هم تحمل کنه. خب چیزی هم تیر امان بریم پادشاهان برای اینکه کسانی رو در حالا ایام جنگ یا هر موقعی بخوان مورد امنیت و امان خودشون قرار بدن، یه تیر مخصوصی رو که نشان اون پادشاه روش هست رو به اون میدهن، به اون شخص میدن. حالا این شخص مثلا حالا قاصد هست یا توی مراسم جنگی اینور اونور میره، به هر حال برای اینکه جانش در امان باشه این تیر رو نشون میده. یعنی این تیر از جانب پادشاه هست و به اون امنیت میده، یعنی جانش رو حفظ میکنه. تیر امان، یا تیر هلاکم بزنی بر دل مجروح، یا منو بکش یا جان بدهم تا بدهی تیر امان را، یعنی که به من تیر امان بده و حالا منو مورد لطف خودت قرار بده. یاقوت چه ارزد بدهان قوت روان را، کوزه یاقوت روان را بده، یعنی کوزه پر از شراب سرخ رو به ما بده. یاقوت چه ارزد بدهان قوت روان را، اصلا تشبیه شراب به یاقوت تشبیه اشتباهی، یاقوت اصلا ارزشی نداره. بدهان قوت روان را، اون خوراک روان و جان ما رو بده. غزل 19. کمان سخت که داد آن لطیف بازو را، که تیر غمزه تمام است صید آهو را. هزار صید دلت پیش تیر باز آید، بدین صفت که تو داری کمان ابرو را. تو خود به جوشن و برگستوان نه محتاجی، که روز معرکه بر خود زره کنی مو را. دیار هند و اقالیم ترک بسپارند، چو چشم ترک تو بینند و زلف هندو را. مغان که خدمت بت می کنند در فرخار، ندیده اند مگر دلبران بت رو را. حصار قلعه باغی به منجنیق مده،
به بام قصر برافکن کمند گیسو را. مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر، چنان اسیر گرفتی که باز تیهو را. لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم، سخن بگفتی و قیمت برفت لؤلؤ را. بهای روی تو بازار ماه و خور بشکست، چنان که معجز موسی طلسم جادو را. به رنج بردن بیهوده گنج نتوان یافت، به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد، که بخت راست فضیلت نه زور بازو را. به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی، که احتمال کند خوی زشت نیکو را. خیلی غزل پرنکته‌ای. بیت 3: جوشن برگستوان هر دو زره هایی بودن که موقع جنگ می پوشیدن. حالا چه تفاوتی با هم داشتن، مثلا جوشن آستین داشته برگستوان نداشته، اینو نمیدونم. به هر حال هر دوتا لباس رزم بودن، با حلقه های فلزی اینها رو درست میکردن و میگه تو به این چیزا احتیاجی نداری، تو با موهای خودت میتونی بر تن خودت یه زره درست بکنی. وقتی که چشم ترک تو، باز ببینید اینجا چشم ترک داریم، یعنی همون فرم خاصی از چشم. تو چشم ترک و زلف سیاه هندو اینجا یعنی سیاه، تو چشم ترک و زلف هندوی تو رو ببینن، بایستی که دیار هند و ترکستان رو بدن بره، پیشکش کنن بره، واگذار کنن بره. مغان که خدمت بت می کنن در فرخار یه شهری بوده در تبت، ظاهرا توش بت زیاد بوده و اونجا بت پرستی میکردن. در واقع میگه این غیر مسلمان ها یا مغ که در فرخار بت پرستی میکردند، انگاری که معشوق زیبارویی که مثل بت هست که تو هستی رو انگاری ندیدن، که رفتن اونجا دارن بت پرستی میکنن، بیان اینجا بیان شیراز مثلا بت پرستی کنن. و بیت 6: حصار قلعه باقی، باقی به معنی ظالم هست، اینجا باقی به معنی یک باغ نداریم، باقی یعنی ظالم. حصار قلعه باقی یعنی با آدم ظالمی که یه قلعه داره و دور تا دور این قلعه یه حصار داره، تو لازم نیست برای که این حصار رو بشکنی با منجنیق حمله کنی، تو به بام قصر برافکن کمند گیسو را. موهات که انقدر بلنده مثل یه کمند درست کن، به بام قصر برافکن و از بام قصر برو بالا. یعنی تو نیازی به ابزار و آلات جنگی نداری، تو با همین زلف و روی و مویی که داری میتونی حالا چیزی که میخوای رو فتح کنی و به دست بیاری. میگه من مثل سیمرغ بودم، مثل عنقا بودم که همیشه در یه جایی دور از انظار مردم مشغول گوشه نشینی بودم، به حال خودم بودم. تو اومدی چنان منو اسیر خودت کردی که انگاری باز اومده یه تیهو یه پرنده کوچکتری هست مثلا در حد و حدود کبک، انگاری که یه باز اومده یه تیهو رو شکار کرده. اون عنقا کجا، تیهو کجا مثلا. لب تو رو دیدم و قیمت لعل در چشم من افتاد، یعنی لعل که یه سنگ قیمتی در مقابل چشم من بی ارزش شد و صحبت کردی، این مرواریدها نمایان شد و قیمت لؤلؤ که باز خودش یک نوع گوهر قیمتی هست از بین رفت. و بهای روی تو، بها 3 معنی داره، هم معنی زیبایی، هم به معنی روشنیه، هم به معنی قیمت و ارزش هست. بهای روی تو یعنی روشنی روی تو یا زیبایی روی تو
باعث شد که بازار زیبایی ماه و خورشید شکسته بشه، یعنی رونق اونها از بین بره. مثل همونطوری که موسی عصاش رو پرتاب کرد و طلسم همه ساحران رو باطل کرد، تو هم همین کار رو در قبال ماه و خورشید کردی. بیت 10 میگه الکی رنج بردن فایده نداره، باید یه مقداری هم شانس داشته باشی که بخت راست فضیلت، یه بختی هم بایستی داشته باشی، همش تلاش فایده نداره، تلاش با شانس. کسی میتونه عاشق این روی زیبا بشه که خوی زشت آن نیکو را بتونه تحمل بکنه. به صورت خلاصه تمام شد. غزل 20. لاابالی چه کند دفتر دانایی را، طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. آب را قول تو با آتش اگر جمع کند، نتواند که کند عشق و شکیبایی را. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست، یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را. همه دانند که من سبزه خط دارم دوست، نه چو دیگر حیوان سبزه صحرایی را. من همان روز دل و صبر به یغما دادم، که مقید شدم آن دلبر یغمایی را. من همان روز دل و صبر به یغما دادم، که مقید شدم آن دلبر یغمایی را. سرو بگذار که قدی و قیامی دارد، گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را. گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را. گر برانی نرود، ور برود باز آید، ناگزیر است مگس دکه حلوایی را. بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. سعدیا نوبتی امشب دهل صبح نکوفت، یا مگر روز نباشد شب تنهایی را. نوبتی در گذشته برای ساعتهای مشخصی از شبانه روز یه دهلی رو میکوبیدن یا میزدن و صدایی که تولید میشده مثلا نشون میداد الان 12 ظهر، مثلا الان 3 بعد از ظهر. به این میگفتن نوبتی زدن. سر یه نوبت‌های خاصی طبلی رو میزدن و اون صدا منتشر میشده، همه اهالی شهر میفهمیدن که الان سر اون ساعت خاص هستیم، یعنی برای وقت انجام میشده. و حالا سعدی در شب تنهایی خودش زمان رو از دست داده، میگه امشب نوبتی دهل صبح رو نزده هنوز، یعنی هنوز شب که قرار صبح بشه، یا من قراره، یا اینکه اصلا این روزه، یا اینکه شب فراق اصلا روز نداره، یه شب طولانی بدون روز هست. سعدی انقدر تو حال خودشه که شب و روزش رو گم کرده. لاابالی افرادی که حالا پیرو قوانین خاصی نیستن. میگه لاابالی که خب حالا قانون و این چیزا اصلا سرش نمیشه، دفتر دانایی به چه دردش میخوره. طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. سری که سودای عاشقی داره پند و نصیحت رو درک نمیکنه. میگه به فرض که تو بتونی آب و آتش رو کنار هم قرار بدی، ولی عشق و شکیبایی در کنار هم قرار نمیگیرن. تو وقتی عاشق بشی لاجرم بیقرار و بیتاب هستی.
سبزه خط هم باز اون موهای تازه روییده‌ای هست که بر گرداگرد صورت یا پشت لب سبز میشه و سعدی میگه من سبزه خط دوست دارم. این یعنی یه معشوق جوان رو دوست دارم. همه میدونن که من عاشق این سبزه خط هستم، نه مثل بقیه حیوانات یا کسانی که مثل حیوان هستن و سبزی صحرا رو دوست دارن. دوست دارم من صحرا و حالا جای سرسبز رو ببینم. اونا رو تشبیه کرده به حیواناتی که عاشق سبزه صحرا هستند. همه دانند که من سبزه خط دارم دوست، نه چو دیگر حیوان سبزه صحرایی رو. خب به هر حال غزل 20 هم تموم شد. خیلی خوشحالم از توجهتون، از حضورتون. ممنونم. امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.